بابا اینو جمعش کنید، چی داره میگه؟ ما داریم زحمت میکشیم. حالا یه بارو گواد دست بزن. من ازش آمدم بابا بخوره نمیشه ساعت و بعد ویدیو بگی. خود چه کاریه؟ سلام به شما برابر چی دوست داشت؟ آقا بزر سلام ازم. میدونی که ویدیو براتون بودم، یک نفری هست که اصلا معلوم نیست این هزیون میگه حالش خوبه حالش خوب نیست. یاد وقتتون هم نمیگیرم لایکاسا مثل همیشه کاکای دلم یادتون نره بریم که داشته باشیم ویدیوی جذاب این خانومو که در این اینستاگرام به شدت معروفه. نمیدونم چی داره ولی خب ببینیم حالا ما هم ببینیم چی داره. میریم اولین ویدیو رو داشته باشیم با هم دیگه. تو دعوا نمی‌کنی چون میترسی کتک بخوری. من دعوا نمی‌کنم چون پول دیگه ندارم. ما مثل هم نیستیم. اوه مای گاد ما مثل هم نیست. از معلومه که ما مثل هم دیگه نیست. اولش یه چی پرتاب کرد نمیدونم چی بود ولی یعنی میخواست بگه اعصابم خورده. یعنی لاتم در صورتی که میگه من دعوا نمیکنم چون پول دیگه ندارم. این یعنی میگه من بدبختم. بیا اینو بخور. میگه ولی تو دعوا نمیکنی چون میترسی. فلانی بیسانی من نمیدونم حالش خوبه یا حالش خوب نیست. حقیقتا نمیدونم به قرآن نمیدونم. بری بعدی. سی صورت و سی صورت. من براش جینیفر لوپز بودم، اون عاطفه دوست داشت. آخه گوه دیکنی بگی من برای تو اصلا بگو باسرت به جنیفر لوپز میخوره یا به قیافت به جنیفر لوپز میخوره. حالا با جنیفر خانم عزیزم اونقدر دیگه من واسه عاطفه تو هم عاطفه هم این عاطفه هم اگه اینقدر عاطفه باشه خب تو اونم نداری بدبخت. نه جنیفری نه عاطفه‌ای. نمیدونم کی منیژه‌ای شاید نمیدونم والا. بعدی رو ببینم که نمیدونم اصلا ما تو هر ویدیویی چی میگه کلا. من خودم رل ندارم اما قیافم یه 7-8 تایی داره. ما خودم رل ندارم ولی قیافم یه هفت. چرا حالا هفتش تا؟ حالا اینو بگذاریم. آقا یه چیزی من دقت کردم این اول ویدیوش که میخواد شروع بشه چرا پاشو میده بالا انگار ملخ. اون نمیدونم این اصلا چه رسمی الان باید میگه ما باشن. من یه دونه رلم ندارم قیافم میخوره هفتش تا داشته. تو قیافت ببین یه دونه که هیچی که نمیخوره کلا کسی با دوستم نخواهد شد. چون نمیخوام بگم قیافت ماتی که ما به احترام میذاریم به همه قیافه هاشون قشنگه ولی خب شما خیلی ادعا دارید ما مجبور میشیم به شما یه گوش زد بکنیم. نمیگم توهینم بکنیم ولی خب متاسفانه نه اصلا نه که قیام چی میگم شما هم بگین. بچه‌ها یه سوال خیلی ذهنمو درگیر کرده. اگه بگن دوست دارید یه شب پیش من باشین یا کریستیانو رونالدو، کدوم انتخاب میکنین؟ گواد این اصلا سوالش اصلا نمیگو اصلا فهمی اولشو میگفتی ما میگفتیم کریستیانو رونالدو. شما تو چه توفیقی هستی دلم. ما اصلا با شما که هیچ با دوستتم که داره فیلم برداری میکنه هم میدونم که مثل خودت کنار نمیام. این موبایلت که همیشه جلوت فرقش اینه که یه کیسه گرفتی دستت یه خانم همون پشت رد شده اون ماشین هم یه ماشین بنده خدایی که او پشته. چرت و پرت داری میگی. حالا یه بار گواد حالا ویدیو بعدی رو ببینیم. انقدر سینگل موندم که عقابا میان بهم میگن سلام اوستا. میگه که اینقدر که سینگل موندم عقابا میان بهم میگن اوستا. این ربطشو نمیدونم بگراندار رو من نمیدونم چجوری انتخاب میکنه. یه بار رو چه خب برو تو یه طبیعتی حداقل بیابونی یه پرگاه باشی خودت باید رد کنی پای خاطر که داری زر میزنی همه ما اصلا نمیفهمم نصف از چیه چرت و پرتا چیه خدا شاهد ما نمیدونی. برو خب رل بزن کارت نداریم بخواه اعلام بکنی الان میگیم ما رل نزدم ما برای دست بزن. شد نشد میرم دم خونه‌شون همه چیو به ننش میگم. خب برو چی بخوای بگی؟ بخوای بگی با ما دوست بود
فلان بود باید منو بگیره، یا اینکه من ازش حاملم و اینو بگی. من هستم، منو بیبین. آبرو خواهد میره بدبخت، داری انرژی زام میخواه بشون بخور انرژی زد و بعد ویدیو بگی. خواهد چه کاریه؟ الله بخورم. تو به پشتم شلیک کردی، توقع داشتی من سقوط کنم، اما من نیمخیز رفتم، رسیدم به 200 مبارک. حالا اینکه ما حسود نیستیم، مبارک. ولی یه چیزی من نمیدونم پاشو چرا میده بعضی موقع بالا، نمیدونم چرا. یکی رفتی 200 شدی، گوشیتم که یه دست خواهی یا میکروفون برای خودت بگیر. من نمیدونم چرا این وضعیتش این همه فالوور داره، این همه چی داره، چرا وضعیتو خوب نمیکنی؟ همش یه دونه یه میکروفون بگیر، لوکیشنت عوض کن، همش تو دم بک‌گراندت فروشگاه و بیابون و آجر. من نمیدونم والا. آخریش هم ببینیم دیگه، ببینیم چی میشه. من حاضر بودم کل اینجا رو وسط شخم بزنم، درو بزنم، اما تو هیچ کدوم از اینا رو ندیدی و رفتی. حاضر بوده او گوادی که رفته، حاضر بوده. دارم با او گواد صحبت میکنم. حاضر بوده دارد شخ بزنه همه اینا خیلی زیاده. میتونید حاضر بوده. ببین چه عشقی بوده ابدی. این توی ویدیو یه ذره احساس کنم لاغر بوده، یه از قدیمیه بعد چاق شده و من نمیدونم اصلا کجا. خدا خیرت بده. تنهایی جایی نری، شما دو دختر حالا میخورم فیلم دارم از نری توی بیابون سر خدا بگیری. این جملات سنگین رو تو شما بشین تو خونت جملات سنگین رو بگو، خودتون اذیت نکنین. جملاتت خیلی تاثیر گذاره. اما تو خونه هم باشی ما تو میگیم آقا دست در نکنه فلان نکنه، قربونت برم فلان. اینقدر تو مزرعه و تو بگراد مغازه و نمیدونم تو با پشت سرت آجر و اینا نباشه دیگه. حداقل اتاق دفتر دسته که برای خودت درست کن. چه کاری بکن. خب عزیزای دلم، دیدید که چیکار کرد. اگه دوست داشتی پارت 2 از این کس بذارمش، ایشون بذارم گواد علنی و دوست داشتید بذار لایک و ساب یادتون بازم نره. ویدیو پیشنهادی من چون خیلی ویدیو خیلی زیبایی بود، یه ویدیوی ترسناک رو بهتون پیشنهاد میکنم که این بالا براتون میادش. نمیشم جن اومد، برید ببینینش. از این بهتره، به قرآن از این بهتره.